سلام دوستان، با آموزش قسمت مدیریت کاربران در گروه مدیریت ربات ویتوبات در خدمتتون هستیم. در این بخش شما میتونید یه آمار کلی رو از کاربرانتون و موارد دیگه داشته باشید. همچنین میتونید خیلی راحت با زدن این دکمه یک گزارش اکسل کامل از در واقع کاربرای خودتون داشته باشید. من یه نمونهش رو اینجا قبلا دانلود کردم، به شما نمایش میدم. ببینید میتونید یه اکسل کامل از اطلاعات کاربرای خودتون، همچنین موارد دیگه‌ای که ما توی اون جدول کاربرانمون داریم رو مشاهده بکنید. از قسمت جستجوی کاربر میتونید کاربرای مختلف رو جستجو بکنید. مثلا من یه یوزر آیدی رو اینجا وارد میکنم و میبینید که اطلاعات کامل اون کاربر رو به من نمایش میده. تاریخ ثبت نامش کی هست، شناسه کاربریش کی هست، نقشش چی هست، یوزر نیمش چی هست، تراکنشاش، موجودی کیف پولش و موارد دیگه، وضعیت حسابش و موارد دیگر رو میتونید اینجا ببینید و یه سری در واقع امکانات مدیریتی اینجا دارید که میتونید اعمال بکنید. همچنین علاوه بر این که از اینجا میتونید با زدن این دکمه و زدن یوزر آیدی به این نمایه کاربر دسترسی داشته باشید، شما میتونید با دستور /user و یوزر آیدی هم در واقع همین منو رو داشته باشید. همچنین میتونید حتی با نوشتن یوزر نیم اون کاربر و دستور /user و یوزر نیم اون کاربر دوباره به همین قسمت دسترسی داشته باشید. پس این سه روش دسترسی به اطلاعات کامل کاربر هستش. توی اینجا شما یه سری امکانات دارید که میتونید از اون امکانات استفاده کنید. مثلا لیست اشتراک های اون کاربر رو مشاهده بکنید. این لیست اشتراک های مثلا این کاربر هستش. شما روی هر کدوم از اشتراک ها که بزنید اون اشتراک رو به صورت کامل به شما نشون میده و وضعیت اون اشتراک رو به صورت کامل شما میتونید ببینید. همچنین و اینا به صورت در واقع پیج بندی شده هستش، یعنی اگر تعداد اشتراک ها زیاد بشه به صورت پیج بندی شده نمایش داده میشه. میتونید توی ربات به صورت مستقیم به کاربر پیام ارسال کنید. مثلا ارسال پیام رو من میزنم، میتونم عنوان پیام و متن پیام رو به صورت دستی وارد کنم یا از پیام های از پیش تعیین شده استفاده بکنم. این پیام های از پیش تعیین شده توی یه قسمت دیگه از مدیریت ربات قابل تغییر هستش و همینجا هم میتونید از این پیام ها استفاده بکنید. مثلا من این پیام رو انتخاب میکنم، میبینید که متن و عنوان پیام برای من قرار داده شده و میتونم اون رو به صورت پیام یا اعلان که تفاوت فقط در فرمت این نوع پیام ها هستش رو داشته باشم. اگر من این دکمه رو بزنم الان توی ربات برای من یه پیام ارسال شده که به این شکل هستش فرمتش و اون یکی فرمتش هم که به این شکل هستش. ببینید تفاوت فقط در شکل ظاهری دو پیام هستش و میتونم مستقیم به کاربر پیام ارسال کنم از این قسمت. همچنین توی دستور /user بودیم و یوزر آیدی یا یوزر نیم میتونم گزارشی از تراکنش های کاربر داشته باشم، گزارش اکسل کارت به کارتاش، گزارش اکسل شارژ کیف پولش رو داشته باشم. میتونم موجودی کاربر رو تغییر بدم، یعنی هم اون رو میتونم افزایش بدم هم کاهش بدم به صورت دستی توی مدیریت. مثلا من الان موجودیم 200,000 تومنه، میتونم بکنم 300,000 تومن یا بکنم مثلا 30,000 تومن کمش بکنم. زمانی که شما این کار رو انجام میدید میبینید هم داخل در واقع این گروه تراکنش های شما یک گزارش تغییر موجودی برای شما ارسال میشه، هم برای کاربر توی ربات یک در واقع گزارش ارسال میشه که مثلا الان 170,000 تومان از موجودی ما کم شد. حالا من اگر افزایش موجودی رو بزنم میتونم این رو افزایش بدم دیگه، میتونم برگردونم به همون 200,000 تومان و دوباره یه پیام جدید اومد که 170 تومان به موجودی شما اضافه شد. و من اگه برم اینجا حساب کاربری خودم رو تو ربات ببینم میبینم که موجودی کیف پول من 200,000 تومانه. خب به این قسمت برگردیم.
پس شد میتونم موجودی رو افزایش بدم. اگر کاربری هست که اذیت میکنه، رسید فیک ارسال میکنه یا حالا هر کار دیگه شما میخواید بنش کنید اون کاربر رو، میتونید از اینجا اون کاربر رو از فعالیت توی ربات محروم کنید. یعنی کاربر دیگه هیچ کار دیگه توی ربات نمیتونه انجام بده. هر کاربر به صورت اتوماتیک وقتی وارد ربات میشه و استارت میزنه میتونه یه دونه تست به اندازه 1 گیگ و مدت زمان نامحدود دریافت کنه. به طور مثال اگر من الان اینجا توی ربات تست رایگان رو بزنم، به من میگه که شما قبلا یه بار اکانت تست رو دریافت کردید و امکانش فقط برای هر کاربر یک بار وجود داره که تست رو دریافت کنه و دیگه نمیتونم تست دریافت کنم. اما شما به عنوان مدیر این امکان رو دارید که افزایش بدید این در واقع مقدار رو. مثلا میخواد بگید این کاربر بتونه مثلا 2 تا در واقع اکانت تست یا کانفیگ تست دریافت بکنه. من ذخیره رو که بزنم، ببینید الان من با کاربر خودم اگر تست رایگان رو بزنم، ببینید شما هم میتونید 2 تا تست دریافت بکنید و دریافت تست رو بزنم، تست برای من ارسال میشه و میتونم ازش استفاده بکنم. همچنین میتونید نقش کاربر رو تغییر بدید. میتونید کاربر رو از مثلا مشتری به فروشنده یا از ادمین به مدیر و موارد دیگه تغییر بدید. اینجا نقش کاربر رو در واقع میتونید به راحتی تغییر بدید. اگر یه کاربری دارید که به اون اعتماد کامل دارید و میدونید که هیچ وقت برای شما رسید فیک ارسال نمیکنه و با شما داره کار میکنه، میتونید این گزینه رو براش فعال بکنید. وقتی که این گزینه تایید خودکار تراکنش برای کاربری فعال باشه، هر تراکنشی که انجام بده و رسید برای شما ارسال بکنه، مثلا خرید انجام بده، کارت به کارت و فیش بخواد برای شما ارسال بکنه، دیگه نیازی نیست که منتظر بمونه تا شما اون فیش رو تایید بکنید. این فیش به صورت خودکار برای اون بعد 5 ثانیه تایید میشه و کانفیگ برای اون کاربر ارسال میشه. حالا بخواد موجودی کیف پولش رو در واقع افزایش بده، بخواد تمدید بکنه یه اشتراک رو خریداری بکنه، افزایش حجم بده، افزایش زمان بده، هر تراکنشی که انجام بده و برای شما فیش ارسال بکنه، به صورت اتوماتیک برای اون کاربر این در واقع فیش تایید میشه که میتونید اون رو فعال و غیر فعال بکنید. این امکاناتی هستش که توی بخش کاربران روی هر کاربر ما میتونیم داشته باشیم.